الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در موضوع اینکه دشنام کردن مسلمان و یا که کشتن مسلمان و قتل رساندن مسلمان تا چی درجه در اسلام حکمش بگیم که حکمی وزنی دارد که اون با مجرد دشنام کردن، وقتی که یک نفر مسلمان یک نفر دیگرش را دشنام میکند، در خطی فاسق ها گرفته می شود. این روایتی که الان میگوییم در بخاری مسلم هست. از حضرت ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم: سباب المسلم فسوق و قتاله کفر. دشنام کردن، سباب به معنای دشنام کردن میشود، یعنی که یک مسلمان وقتی که برادرش را دشنام میکند، اینی که از گناه های کبیره هست. و قتال کفر، و کشتار اون کفر است. از کفر یعنی که به چی معنا؟ که یعنی که این خصلت کافرها هست که یک مسلمان را میکشد، به قتل میرساند. و این در این معنا این است که یا اینکه از گناه کبیره بودنش را کبیره هست است که اون علیه به کفر نزدیک شد. اگر همین کارش بردوام باشد، هر آینه کافر شدنش ممکن هست. از این حدیث فهمیده شد که دشنام کردن مسلمان فسوق بد است، از فاسق ها هست. فاسق ها همون انسان های کجرو که از دایره اسلام بیرون شدگی هستند. مسلمان دشنام کردن از گناهان کبیره هست. وقتی که انسان دشنام میکند، در دوام دیگر حدیث انشاءالله که الان بیان میکنه که دیگر حدیث در این باره گفته است چی میگیرد. اون دشنام در این کلمات دشنام میدارد که در اون هم انسان خودش برمیگردد. روایت بخاری هست، پیامبر گرامی صلی الله علیه و میگه که برادرانتان را شما اتهام تهمت نکنید مرد را به فسق. یک نفر بگوی فاسق هستی، تو بگو او فاسق نیست. یا که کفر، به این چیز برادرتان را نزنید به این کلمه ها. اگر که همون کفر فسق به همون نباشه، چی همون بر بالای تو برمیگردد. یک کس کافر گفتی، این دشنام در سباب میدارد، این یک تهمت در میدارد، بگیم این علاکه همون کلمه به تو برمیگردد. امروز آشکار است، معلوم است که بعضی نفرها صراحتاً بعضی بنده های خدا را فاسق و مشرک و بدعتکار و مرتد و این خیلی کلمه ها زیاد شده هستند که علامت قیامت هستند. این خیلی دجال ها در آخر زمان زیاد می شوند. روایت دیگری که روایت مسلم هست، پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم می فرماید که هر دو دشنام کننده ها چی هستند؟ آنها گناهگار می شوند مگر همونش که شروع نکرده است. یعنی که چخیل دو نفر، یک نفر اون بگیم که آرام بود، یک نفر دیگه دشنام کردن شروع کرد، این هر دو نفر گناهگار میشن. وقتی که اون شروع کننده دشنام کرد یک بار، اون دیگری دشنام کننده زیاد کرد از اون کرده، یعنی که یک کلمه گفت، اون 10 کلمه دیگه جوابش گفت. در این حالت هر دو اونها گناهگار میشن. اما یک نفر دشنام کرد، اون نفر دیگه آرام ایستاد، یعنی که گپی مثل گفتگی خودت گفت، این حالت در اون انسانی مظلوم میگن اونا. یعنی که دشنام کرده شدگی وقتی که جوابی هم دشنام کننده را گفت، این حالت در گناهگار نمیشود. حادثه ای که در زمان پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم شده بودن، این روایت بخاری هست نیست که صحابه کرام میگه یک نفر نوشیده بود پیش پیامبر گرامی صلی الله علیه و آورده شد. پیامبر گرامی صلی الله علیه و گفتن خیلی اینا، گفتن یک لتو کوب کرده و بعد ایلاش کنید هایش بدید برات گفتن. بعد اون که صحابه همین کارا کردن و در آخر بعضی قوم گفتند که الله این خار ذلیل کرد و خار ذلیل کنه، گفتم خیلی گبهای ناخوب گفتن از پشتی اون. نبی صلی الله علیه و گفت این کارا نکنید، گفت شما یاردم نکنید به شیطان. دائم شیطان در کوشش و سیر هست که مسلمان خار ذلیل کند، بلکه گفت که شما بگید که اللهم اغفر له، پروردگار مغفرت کن برای اون، اللهم رحمه، پروردگار رحم کن. نه اینکه اون فاسق بود و فاجر بود و کافر بود و بدعتکار بود و گفته دیگر این خیلی چیزها جایز نیستن. نیز روایتی با آمدگی است که حتی یک نفر غلام خودش را، یک غلام داشت. وقتی که انسان غلام داشته باشه در زمان ما مثلا که این چیز مشهور نیست، وقتی که اون غلام خودش را تهمت کرد به زنا مثلا، دیگر که از اون غلام دعوا کرده نمیتونه که این خوجیلیم دروغگو هست و این دروغ گفته که این خیل مثلا دیگه تهمتش کرد. اینه که تهمت کردن یک دشنام موری است. وقتی که همین خیل کرد، پیامبر گرامی صلی الله علیه و میگه که الله پاک روز قیامت برای همین تهمت کردگی همین
در این دنیا که در بالا اون حد جاری کرده نمیتونه، در قیامت الله پاک در بالا اون حد جاری میکنه. ملائکه رو میگه اینا بگه 80 درش بزنید این تهمتگر که در دنیا غلام خودش رو تهمت کرده بود و دشنام کرده بود. اکو وای بر حال انسان هایی که بزرگای گذشته را دشنام میکنن، بزرگای گذشته را تهمت میکنن، که مثلا که من در یک چیز تعجب کننده هستم. چرا بعضی مسئله هایی که مثلا در زمان اهل سلف بعضی قول ها بود، بعضی اختلاف ها بود، امروز بعضی نفرها پیدا میشوند همراه در مبین مردم فتنه میکنن. من در تعجب هستم. و بعضیاش رو میشنوی که بعضی اهل بزرگوار دشنام کردنشون ممکنه هست، دشنامشون میکنن، که همون مسئله ای که وقتی که در بین اهل علم بعض خلاف ها بود، چرا در بین مردم قدر فتنه کرده و خودتون رو آشکار میکنه؟ از خدا نمیترسید؟ بگذار خلاف بود، اما بای مثلا که یک نفری که در مذهبش که پیرو اهل سلف کردیس است، اونم چرا خیست اونا حکم میکنی و دشنام میکنی و حکم به شرک و به بدعت و به کفر میدهیش، که اون توجهی که از پیش خودش کرد نزد است اون چیزها را. به همین خاطر این فتنه ها، همین دشنام ها و به کفر و به بدعت و به شرک کسی تهمت کردن، از خدا بترسید، این کارو نکنید. از خدا بترسید که این فتنه هایی که شما کرده استید، چی برای اگر که مثلا که دو سه پد پیش جمع کردن باشد، چی به خاطر که دفاع از همون فکر عقیده خود داری، از خدا بترس، فتنه نکن، که اون فکر عقیده که تو در نزد جمهور شاید قبول نیست است. الله پاک همه ما شما را هدایت کند. السلام علیکم و رحمت الله.